من انقدر بدنم طبیعیه که اصلا تا به حال دارو استفاده نکردم. بدن من خیلی طبیعیه. داروی ضد درد دادم بهم، اصلا تا به حال من داروی ضد درد نخوردم. ژلوفن، آیبوپروفن، ناپروکسن، اینا اصلا. بدن من قویه، درد رو تحمل میکنه و باهاش میجنگه و طبیعیه بدنم. آیا به نظر شما این باور درسته؟ خیلی تو کشور ما این باور رایجه که خیلی هم میگن که ما به عمرمون حتی یه قرص هم نخوردیم. اصولا هم نگاه میکنید یه ذره از نظر پزشکی به اصطلاح میگن زوارشون در رفته بعضیاشون، البته یعنی دارن تجویز یه چیزی رو تو بدن خودشون میکنن که همچین ازش جوابم نگرفتن. خب امروز بریم یه ذره بررسی علمی داشته باشیم، خصوصا در مورد داروهای ضد درد که خیلی ازش استفاده نمیکنن. طرف میره حتی پیش دندون پزشک، یه جراحی انجام